خب میخوایم راجع به پروتکل های دیستنس وکتور امروز با هم صحبت بکنیم. دیستنس وکتور پروتکل هاش امروز راجع به ریپ ورژن 1 میخوایم صحبت بکنیم. خب من یه روترم رو اینجا قرار میدم، یه روترم رو اینجا، این سراغ اندیویس همون. خب حالا کیبل همون رو وصل کنیم. DCE سری 2 اینترنت روترم رو به همین ترتیب. وارد دایره کانفیگوریشن نمیشیم. enable configuration terminal. خب وارد اینترفیس سریال ما میشیم. اینترفیس سریال 2 صفر IP address بشیم. IP address 192 168 dot subnet mask 255 255 255 و 0. اینا شات داون. اینترفیسمون رو آف میکنیم. از این اینترفیس بیرون وارد اینترفیس از اترنت یک صفر میشیم. IP address بهش میدیم. IP address 192 168 dot 1 و 1 سابقه ماسک رو برش مشخص میکنیم. 255 dot 255 dot 255 dot 0. این اینترفیس رو هم آف میکنیم. این بسیار من یادم رفت روی اینترفیس سریال کلاک ریت رو مشخص کنم. کلاک ریت رو روی 56,000 قرار. خب همونطور که می‌دونیم کلاک ریت روی روتر DCE باید در واقع کانفیگ بشه. بسیار روی روتر دوممون هم به همین ترتیب لیبل کانفیگوریشن ترمینال وارد مود کانفیگوریشن میشیم. اینترفیس سریال 2 صفرمون رو انتخاب میکنیم. وارد مود اینترفیس میشیم. IP address رو بهش اختصاص میکنیم. آدرس 192 168 دات 3 دات 2 سابقه ماسک 255 و 0. بسیار خوب. این اینترفیس رو آف میکنیم به دستور موشن جان. از این اینترفیس خارج میشیم. وارد اینترفیس
فاست اترنت اینترفیس فاست اترنت یک و صفر میشه. اینجا هم باید یک آی پی آدرس رو بشه اختصاص بدیم. آی پی آدرس 192.168.2.1 با سابقه از که 255 و صفر. این اینترفیس رو ما آف میکنیم با دستور no shutdown. بسیار این اینترفیس رو آف شد. حالا از این اینترفیس رو خارج میشیم. من میخوام این از اینجا این کامپیوترمون رو در واقع این شبکه‌مون رو پینگ بکنم. البته عرض بکنم من به این دوتا آی پی آدرسی رو اختصاص ندادم. توی قسمت آی پی configuration 192.168.2.2 سابقه ماسک 255 و 0 و دیفالت گیتوی ما مشخص کنیم. دیفالت گیتوی ما در واقع اینترفیس فست اترنت این روتر ما میشه. در واقع آی پی آدرس 192.168.2.1 همین عمل رو روی یکی شبکه‌مون رو هم انجام میدیم. 192.168.2 و توی این شبکه دیفالت گیتوی ما اینترفیس فست اترنت این روتر ما میشه. با آی پی آدرس 192.168.1. بسیار. حالا ما از اینجا میخوایم این شبکه‌مون رو در واقع پینگ بکنیم ببینیم به چه صورتی اتفاق میفته. پینگ 192.168.1.2 خب همونجور که میبینید ریپلای از 2.1 برای ما دستینیشنمون رو آن ریچیبل بزنه. دلیلش اینه که ما پروتکل در واقع پروتکل روتینگی رو ما روی این روترها تنظیم نکردیم. خب حالا اینجا میخوایم پروتکل روتین پروتکل ریپ ورژن 1 رو برای روتر پروتکل TCP IP روی این روترها تنظیم. کاری که میکنیم از این مود خارج میشیم، وارد مود روتر میشیم. روتر ریپ ورژن 1. حالا باید ما نتورک هایی که به این روتر وصل هستن رو بهش معرفی بکنیم. به این صورت 192.168.3.0 ببخشید من نتورک رو یادم رفت اولش تایپ بکنم 192.168.3.0 و نتورک 168.1.0 بسیار روی این روتر هم به همین صورت وارد مود روتر میشیم. روی نتورک 192.168.3.0 و نتورک 192.168.2. خب همونجور که میدونیم ریپ یک پروتکل دیستنس وکتوره و پروتکل های دیستنس وکتور به صورت کلاس فول عمل میکنن. پس ما باید نتورک هایی که بهش میگیم توی کلاس بانداری خودشون باشه. بسیار از این میخوام خارج بشیم. حالا روتین پروتکل ریپ هم روی این روتر هم روی این روتر الان آف شد. حالا من دوباره همین پینگ رو توی این مرحله انجام میدم.
الان باید در واقع پینگ ما ریپلای داشته باشه. منتظر باشید.